تاریخ ایرانم، مادر کوروش شاه شاهانم، فرزند آخرین شاه مادم. در سالت من شاهزادم، دختر آستیاگ پیرم، در تاریخ زنی دلیرم، در شهرت من آن مثلم، همسر کمبوجی اولم. از شبی آغاز شد داستان که خوابیدی شاه ایران، که درختی رفته تا آسمان، سایش تابیده به کل جهان. معبری گفت که روزی پسرم میگیرد تاج شاهی از پدرم. من فهمیدم که در خطرم، چون حامل فرزندی پسرم. پدرم داد دستور قتل پسرم، سرداری فرستاد به محضرم، ولی دید حال بدم که مادرم دلش سوخت به حال جگرم. گذشت از گرفتن جان پسرم، از بخت و اقبال بلند قدرم. من پسری دارم که مفتخرم، چون شد منجی مردم کشورم.